در یک شعرتون گفته اید که ندارم دعوی اندر تمامی شعرهایم مشق شعرند. ناتمامند. ناتمامند؟ ناتمامند. مشق شعرنده؟ شاید اینطور یادم میاد. خیلی تمامند. اون چیزی که چاپ شده من همین چیزا را گرفتم، ممکن از شاید تحریر خورده باشه از جانب شما، لیکن من همین چیز رو توجه کردم. در اینجا اکنون چی کردید شما؟ به اندازه هم خاکساری و فروتنی و هم وی خود بسیار کم دیدید، هم مقام خود کم دیدید، لیکن اگر این سه خود شما اعتراف کردید، از بیرون یگان نفر گفت که تمام شعرهای شما مشق شعرند، عیناً همین گفته خودتان را گوید، اگر شما چی میگفتید؟ راضی میشید؟ من یک ذره خفه نمیشم اگر هم تو گوین. واقعا من در بسیار موردها گفتم و میگویم که وقتی که ما مثلا من به جای دیگرها جوابگو نیستم، به جای خودم میتونم بگم که وقتی که ما شعر خودم با شعر ثنایی عطار، حافظ، سعدی، مولوی مقایسه میکنم، ما شاعر نیستیم. اما واقعیت این است که هر زمان شاعر خودش دارد. مثلا با اون مصداق، با اون معیار، با اون بزرگی، با اون فراخ پیمانگی که مولوی مثلا عطار و حافظ اینا دارن، من شاعر نیستم. اما واقعیت این است که چون که گفتم، هر شاعر، هر خلق، هر زمان در یک پاره معانی وقت آوازخوان خود، شاعر خود، هنرمند خود دارد. اگر اینطور گمان کنید، پس که بعد از چشم خواب دیگر هیچ آوازخوان لازم نیست. اما چون که می‌بینید هر روز مردم برای زندگی روزمره هم، برای معنویات خودشون هم به آوازخوان و به شاعر و به موسیقیدان و به هنرمند تازه احتیاج دارند. از این خاطر شاید در یک پاره معانی وقت ما شاعر باشیم، اما گمان نمی‌کنم که ما شاعر ابدی باشیم. نه، اینجا در حقیقت خود این تاریخ ثابت می‌کند. بله. اما من وقتی که همون گفتم شعرها مشق شعرند یا ناتمامند یا انگارند، چند جا دیگه گفتم انگارند یک چیزی ناتمام میگن. من همیشه از در مقایسه شعر عالی این گپ گفتم، این نکته، شعر عالی که ادبیات ما در 1000 سال خیلی خیلی زیاد دارد و اگر باز مقایسه کنیم، در یک ترازو بگذاریم، شعرهای ما خیلی خیلی سبکند. از این اندیشه من اونطور گفتم.